عمر آنکه صرف گردد در حضور ذکر او، حیف عمر در پی این نفس کافر بگذرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند محبت و اخلاص و نباز به دین خدا زیاد گرداند. چندین سوال هایی که پیش من هست میخواهم به این سوال ها جواب گردانم. سوالی که آمده است گفتن بابای حاجی تا حال چند نشانه های قیامت برآمده است و بزرگترینش کدام است؟ یعنی تا امروز چند نشانه های قیامت با وجود آمده است و بزرگترینش کدام است؟ برادران و خواهران عزیز، ما نشانه های کبرا داریم و نشانه های صغرا داریم. یعنی نشانه های قیامتی خرد، یعنی نشانه های خرد قیامت و نشانه های کلان قیامت. از نشانه های کلان قیامت تا حال برادران و خواهران عزیز، یعنی چیزی به وقوع پیوسته است، مثل که تغییری بگیم برآمدن آفتاب می شود، آمدن امام مهدی می شود، پایان شدن حضرت عیسی علیه السلام می شود و همچنان چپه کردن خانه کعبه می شود، برآمدن دابت الارض می شود، آمدن دجال می شود. اینها از همون نشانه های کلانند، ولی از نشانه های خرد بسیاری اونها برادرای عزیز با وجود آمدن. انشاءالله من خدا خواهد در این باب یک مفصلتر برای شما یک بیانی میکنم که نشانه ها را من برای شما با پررگی خدا خواهد در این روزهای نزدیک چند نشانه قیامت ای خرده ها و چند نشانه از کلان ها هست برای شما گفته میگذارم. دیگر گفتن اسم دخترم مرجانه هست، ولی گفتن که این اسمی سنگ شیطان است. آیا این حقیقت دارد یا اسمش را عوض کنم؟ البته این گپ ها یگان حقیقت ندارن، لیکن مرجانه هم گویم از جمله همون سنگ های قیمت بها هست. چلی که ما یاقوت داریم، مقصد سنگ های باز مرجان داریم، یعنی سنگ ها یکی از همون نوع های سنگ های قیمت بها هست، مثل یاقوت و مرجان و بگیم لولو و مروارید و یعنی اینها از همون نامه های سنگ های قیمت بها هست. لیکن انشاءالله نامی بد نیست. مرجانه نامی خوبه، معنای خوب دارد و به شیطان یگان ربطی ندارد. برای من انشاءالله نامش نیک است. خدای مهربان توفیقش بده، هدایتش کنه. سوال دیگر آمده است که پدر یا مادر وقتی فرزند عاق میکند باید چیکار کند؟ آیا آنها را سراغ کند، خبرگیریشان رود یا نرود؟ برادرای عزیز و گرامی، زمانی که پدر یا مادر فرزند عاق میکنند، عاق به معنایی که از فرزندی اونها را مقصد خط میزنند، یا اینکه بسیار مردم ما اصلا همین کلمه عاق استفاده میبرد که عاقت میکنن. وقتی که میگم این فرزندها را عاق کردن، آیا همین فرزندها به سراغ اونها روند یا نروند؟ البته رفتن شما مهم است.
وقتی اگر چنده که پدر و مادر خفه کردین، از خودتان ناراضی کردین، در حقشون جفا کردین، وقتی شما را آق هم که کردن، شما حرکت کنین که مقصد باز خبرگیریشون کنین، پیشون در عذرخواهی کنین، در پیشون بزانو بزنین، از اونا بخشش پرسین. وقتی که اگر اونها شما را با بخشیدن در حقتون دعای نیک کردن، خدا خواه همون آق که کردگیش با برطرف می شود. اگر مبادایی که شما را پدر یا مادرتان آق میکنه ولی شما خبرگیری نمیرین، عذرخواهی نمیکنین و اونها از دنیا گذشتن، عزیزای خدا میگن باید سر قبرشان روین و در سر قبر از اونها عذرخواهی کنین و در سر قبرشان از آیات‌های قرآن خوانین. با همون دوستا و رفیقایی که داشتن شما مقصد همیشه رفت و آمد کنین. خدای مهربان انشاءالله در عوض همین حرکت‌های شما شاید که همون آق که کردگیش الله مهربان ببخشد. استاد اگر شوهر گوید که تو فلان جا نرو یا فلان کار را نکن، اگر بکنی تو با من 3 طلاقی، باز پشیمان شود، از گپش برگردد، آیا در همین حالت طلاق واقع می شود یا نه؟ زمانی که البته طلاق‌های بگیم شرطی میگیم، وقتی با شرط طلاق میماند، مثال میگه تو اگر از خانه بیرون شوی تو به من 3 طلاق، یا اگر به شرط فلان کار انجام بدی تو به من 3 طلاق، یا اگر یک بار بینم که مثال با فلانی تو صحبت کرده تو به من 3 طلاق. اگر همون شرطایی را که شوهر ماند است از طرف زن اگر همون شرطا شکسته شود، شما 3 طلاق میشه. دیگر او آدم از قولش گشته نمیتونه، یعنی بگه ای من پشیمان شدم، مقصد دیگر نه، قولش شکسته نمیشه دیگر. برای همین پیش از آنه که شما همو میخواهید که شرطا را بشکنین یا یک قسمتان بر بگردین، شما باید همین شرط نمانید، زیرا شرط دویم باره او در دست دیگه تو نیست. وقتی شرط ماندی، اگر زن همون شرط شکست حتما طلاق میشه. فقط راه های حلش میگن همینه که برای آنه که مثال بعضی آدم ها را دیدین که چه شرط های ناخوب میمونن، خانه پدر دروی، خانه مادر دروی، یا از اولادهای مثال پدر تای مادر تای دادر تای خانه بیان تو با من 3 طلاقی، بسیار شرط های ناخوب میمونن. وقتی پشیمان میشوند میگه در همین حالت باید زن طلاق کنه، یعنی زن یک طلاق میکنه، بعدا این زن در حالت همون یک طلاق بدنش میره و خانه همون پدرش، یا از حولی شرطش بود که نبراید میبراید، یعنی همون شرط ها را در حالت همون یک طلاق بدنش میشکنه. بعدا که آمد از سر نو که نکاح کرد و گرفتش، بعد بگیم یعنی 3 طلاقه نمیشود و همون یک طلاق میشود، یا همون یک طلاق کرده بود در همون حالت طلاقش گرفتگی است، او 3 طلاق ای گردنش ساقط میشود. از همه خوبش همیه برادرای عزیز، این خیل شرط ها را نمانید، زیرا طلاق های با شرط واقع میشود. بابای حاجی، آیا انسان با واسطه دعا تقدیر و عمرش را تغییر داده میتواند یا نه؟ یعنی با واسطه دعا کردن آیا امکان دارد که تقدیر ما دیگر شود؟ یا اگر در تقدیر ما عمر ما 50 سال باشد، اگر من دعا کنم مثال همون با 60 سال رفته رسد، آیا امکان دارد؟ البته امکان دارد که با دعا خداوند تقدیر دیگرگون کند، لیکن باز هم در همون مقدرات ما رفتگی باشد که مقصد همین فلانی مثل که نه حاجی میرزا
باید 60 سال عمر ببینه. لیکن از بس که دعا میکنه که الله مهربان عمر مرا دراز کن، با در همون تقدیر رفتگی است که به سبب آنی که او ما دعا کرد، او ما را فریاد زد، عمر او را با ما 10 سال دیگر اضافه کرده. یعنی این با در تقدیر هست. یعنی خداوند با واسطه دعا با در تقدیر نویسنده است که همین عمرش 60 بود، دعا کرد، باز در تقدیر نویسند که 10 سال دیگر برای دعاش ما عمرش اضافه کردیم، زیاد کردیم. یعنی این هم با در تقدیر هست. این خیلی نیست که در تقدیر 50 باشد و من که دعا کنم او 60 شود. مادام در مقدرات رفته باشد که ما با واسطه دعا او را 60 میکنیم، انشاءالله انایش امکان دارد. بابای حاجی من در مهاجرت هستم، پدرم می نوشد و من میگوید که پول روان کن برای می نوشیم. بعضی وقتا با خودم میگویم که دیگر روان نمیکنم، ولی باز میترسم که ما را دعای بد میکنند، پیش خدا گناهگار میشم. من در همین حالت چیکار کنم؟ ولی بسیار است، مثل فرزندایی که بر من مراجعت میکنن که مقصد پدرهامون ما را مجبور میکنن که برای ما مبلغ روان کن، لیکن با مبلغش یا مینوشی میکنه یا مقصد که با زنهای بیگانه مقصد روزگذرانی میکند یا با او پول قمار میزند. خلاص همین پول در راههای نادرست صرف میکند. برای همین برادرای عزیز، اگر شما دانید که همین پول در همین راه میرود، شما برای اینها این مبلغ روان نکنید. اگر دعای بدم کند، از دعای بد شونم نترسید، زیرا شما در گناه یک نفر یاردم کردید، چی وای پدرت باشد چی وای کسی نباشد. یعنی شما قرآن میگه که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما یکدیگر در کار گناه یاردم نکنید. برای یاردمی در گناه میشه و یاردمش نکن، فقط همون مقدار روان کن که برای نفقه شکمش، یعنی چی مقدار برای خوردنش، چی مقدار برای لباسش، همون میرسیدگی باشد، امکان تان باشد شما روان کنید. همون را اگر امکان باشد در دست مادرت، در دست یگان برادرت روان کن، برای که همو پول رفته خوراک خانه را بخره، لباس را بخره، در دست هم که نته تو گناهگار نمیشه. فقط تو حساب همو بگیم که خوردن و پوشیدن شما بگیر بس. برادر عزیز، زیرا حال شما هم مشکلات شما هم به همه معلوم است. خداوند حفظتون کنه. بابا جان پسر خوردم رو با دختر ایورم، یعنی برادر شوهرم، ایواز کردنیم. من چیکار کنم و از نظر اسلام این درسته؟ خب یعنی بچه‌کشم با دختری بگیم برادر شوهرش که ایور میگیم، با همون میخواد که ایواز کنن. آیا همین کار را کنیم؟ اصلا خواهرای عزیز و مادرای خیلی گرامی، این کار را اولا نکنید، زیرا که مقصد دل پدر و مادر برداشت ای را ندارد که وای مقصد بچه ندارد، ما را بچه دار کنم، تو دختر نداری مقصد تو دختر دار شای. اگه الله مهربان بچه دهنده هم خود شای، دختر دهنده هم خود شای، برای چی تر دختر نمیته، برای چی او را بچه نمیته؟ همه علمش پیش الله های. خدای مهربان همیشه با بندش مهربان های. برای همین این کارا را اولا نکنید. لیکن مادامی که اگر شما را یگان فشار بیارن، یگان سختی بالاتان بیارن، یا یگان مقصد بینید که بسیار امکان ندارد، در این حالت او فرزنده هیچ وقت به نام اونا نکن. یعنی او فرزند باید بداند که پدر و مادرش توی، فرزندی او هم باید بداند که پدر و مادرش اون کسا هستند.
و دائم نظارت و دائم مثال نگاهبین و تربیه را در گردن تا زمانی که هستن در گردنت هست.